سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس خدا خواسته باشد ما با شما علامت تشدید را دیده می‌بریم که در بالای حرف ها گذاشته می شود. سوال: تشدید چیست و برای چی در بالای حرف ها گذاشته می شود؟ جواب: تشدید این علامتی می باشد که در بالای کدام حرف آید آن حرف دو تا خوانده می شود. اگر در زبانهای دیگر در کلمه ای که دو حرف یک خیله پسی هم آیند آن را دو بار نویسند، در زبان عربی باشد علامت تشدید را در بالای حرف می گذارند و این حرف دو تا خوانده می شود. مثال: ربه. ربه. ببینید در بالای حرفی به تشدید گذاشته شده است که این حرف را دو تا می خوانیم. ربه. ربه. اکنون بیایید با هم مثال های درس امروزه را خوانده و تکرار کنیم. رب، ربی، ربو، این، ان، ام، بر، جر، حج، شک، برو، جرو، حجو، شکو، ذمو، حقو، شرو، صور، غیر، دبر، کثر، فجر، وحد، سخر، أدب، حرم، رزق، يسر، بشر، فصل، فضل، عطر، عظم، نعم، كفن، لقب، اسود، اصفر، احمر، اغتر، اعتز، استرد، استحب، استحل، استدل، يذكر، المزمل، المدثر، علیون. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی این مثال هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نوشته بار دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا الفبای عربی را از خود کرده تیزتر به قرآن خوانی شروع کنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.